در همین فاصله که ما از ویژگی‌های حق صحبت کردیم یادتون باشه یک ویژگیش این بود که حق ویران نمی شود و ویران نمی کند. حالا در این دنیای وانفسایی که ما هستیم تلویزیون ایران 2 برنامه انتشار داده راجع به اینکه یک شخص رو نفوذ دادن نزد یک شخص دیگری که در فرانسه است و او یک سایت دارد. کار این نفوذی این بوده که خبر دروغ رو به اون القا کنه و او انتشار بده. یک دستگاهی که مدعی اسلامی است، غیر از اینکه وقتی یک ملتی رو صرف میکنه برای پخش همچه برنامه‌های بچگانه و مبتذل، این سقوط اخلاقی و اینکه چقدر دین رو در بیان قدرت از خود بیگانه کرده رو این به نمایش میگذاره. دینی که دروغ رو بزرگترین گناه میداند و میگوید 4 گروه را هرگز خداوند نخواهد بخشید یکی از اونها دروغگویانند، این به خود میبالد که برای بی‌اعتبار کردن یک به اصطلاح وسیله ارتباط جمعی شخصی را نفوذ داده که او خبرهای دروغی که رژیم القا میکنن انتشار بدهد. حالا با آوتاب هم این فتح فتوح خودشو به جامعه ایرانی عرضه میکنن. به شما میگه که چقدر اهمیت داره دائم تو ذهن آدمی باشه این ویژگی‌های حق، چون به آدمی امکان میدهد که متوجه بشه اندازه ناحق چه مقداره. اصلا فکرشو بکنید تو این دنیا الان ما در همین غربی که داریم صحبت میکنیم در انگلیس و امریکا صحبت سر این است که اطلاعات اشخاص توسط یوتیوب و این چیزا که اینا باب طبعشون پسندشون چی هست اطلاعات جمع کردن موافق طبع اونها راهکاری که میگوین این آقای مثلا ترامپ برای شما داره به اونها القا کردن. اینا فکر کنن که این میاد به همون کار اینی که اینا میخوان رو انجام میده. یا اگر این رأی ندهند به عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا این فایده ها بهشون میرسه. اینا مجلس اینور اونور رسیدگی. حالا شما فرض کنید که اگر حکومت خود این کار کرده بود و از این راه مثلا نخست وزیری این کاری که نهایتاً در نمایش دادن در ایران انجام داده بود، فکر کنید که حالا چه علمچنگه‌ای تو این غرب به پا بود. این تخریب، حالا اینی که وقتی انتشار میدهد خیال میکنه یک جوانی در خارج کشور داره تخریب میکنه، حالی که در واقع خود رو تخریب میکنه. ولی معلوم میکنه که این دستگاه یه دستگاهی که میان 2 کامیون 2 تا چیز بود از این کامیون‌های کوچک بودن اسناد اتمی، اینا رو برمیدارن از کشور میبرن خوابش برده. این بایگانی صدا و سیما رو به یک فرستنده‌ای که پولش بیگانه میدهد میفروشن خوابش برده. اونجا یادش میره که باید اونجا مراقبت اونجاست. بلا اینکه شما یک فرستنده مخالفی این رو بری بی‌اعتبار کنی برای اینکه بگی من نفوذ دادم در او دروغ پخش کرد و بی‌اعتبار شد. آخه تو ناسلامت حالا مسلمان هم که نبودی، خب بنابراین بر ساختن باید می بود، کار دولت نباید تخریب می بود. حالا تازه
غیر از اینکه معلوم شد که تو ماهیت چی هست، خب خبرهای دروغی که دادی او پخش کرده چه بشه؟ که بعد بیای بگی اینا که خبرهایی که این پخش کرده و دروغ و خودم بهش دادم دیگه. خب حالا این که این آقا پخش کرده و دختر آقای شیخ صادق لاریجانی جاسوس انگلستانه، اونم از این نوع بود. شما با آبرو و حیثیت رئیس قوه قضاییه قبلی و رئیس تشخیص مصلحت کنونی بازی کردی فقط برای اینکه این بعد بی اعتبار بشه، یا نه اون راست بود؟ چون طبق اینه که داری میگی معناش اینه که اون راست بود. اینکه تخریب ممکن نیست. عقل قدرتمدار خیال میکنه دیگری داره تخریب میکنه، ولی در واقع نخست خود رو داره تخریب میکنه. که آدم اینه متصدیان کشور به چی کارا مشغولن؟ با چه سطح نازلی از فکر؟ اگه این میدونست که این ویژگی های عقل اینه و عمل میکرد، و یه دستگاه دیگه ما داشتیم.